السلام علیکم بینندگان عزیز، تماشابینان ارجمند، برنامه مهارت پیشکش شما است. امروز ما تهیه‌گران برنامه تصمیم گرفتیم که با برنامه خود حجونگار شناخته هنرمند اصیل دارنده عنوان علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان سلیمان سیدغازیف را دعوت کرده باشیم. خوش آمدید میگویم شما را با برنامه مهارت. و ما تصمیم داریم که یک مهارت کدبانگی شما را سنجیده باشیم. تشکر زیاد خواهر عزیز، سلامت باشید. اولا صدها تشکر که مرا به همین برنامه مهارت چی میگوید مناسب دانسته دعوت نمودیتان. اظهار مننتداری میرسانم. سلام و درود به هر یک شما مهمانان عزیز، تماشابینان گرامی قدری آینه نیلگون. تشکر میگویم از نام تمام بینندگان عزیز و ارجمند و من باوری کامل دارم که امروز برنامه مهارت علا نور می شود، زیرا شما تشریف آوردید و بگویید که امروز برای بینندگان عزیز و ارجمند کدام نمود خوراک را پیشکش میکنید؟ پروینه جان خواهر عزیز، فرض کنید که من کلینی خانه. خب کلینی خانه منم، چقانی خانه منم، کلینی خانه خانه منم، چقانی خانه منم، قینا و امکم و دای ما قد گردنم، قینا و امکم و دای ما قد گردنم. بازی کدام کلین گردنش قد میکنم قینا یا امک با عصر 21 یاد گرفتم من همش. تشکر میگویم. ما باوری کامل داریم که امروز برنامه ما خیلی هم عجایب می شود. خدا خواهد. خب کلین خاندان چقان خوشدامنجانتان هستید گفتید؟ البته. چرا ما امروز آماده می سازیم؟ برای قینام، برای امک جانم منتوی زمانوی میپزم امروز من جانی من. خوراک ملی با لذت ترینی حاضر زمانی منتو نامش. بهترین. امسال بودم رنده تومن بود. خاطرم به همین تومن منتو زد گویی. یعنی که ما امروز خوراک منتو را آماده می سازیم. نه خطا کردید. منتو. خب بچشم. بینندگان عزیز، تماشابینان ارجمند، برنامه مهارت ادامه دارد. یادآور میشویم که سرپرستی کلی برنامه مهارت برند صفا است. خواهید که خورش و طعام‌های شما با لذت باشد، پس میتوانید از محصولات برند صفا استفاده برید. برند صفا دسترخوان شما را باز هم آرام میدهد. خب آنجا که دیده ایستادیم، همین زنبورهای ما هم از برند صفا خریداری کردشتم. بله. خب اکنون ما شروع میکنیم با پخت و پزی منتوی زمانوی. بله. از چه آغاز میکنیم؟ اولا خمیر را باید آماده سازیم. تا آن دمی که دیگر محصولات ها را تیار میکنیم خمیرمان کمتر باید دم گرفته باشد. آقای سلیمان، چون در بالا قید کردید که منتوی امروزی که شما برای بینندگان عزیز و ارجمند آماده میسازید منتوی زمانوی است. البته منتوی زمانوی آبش به خودش. خب ساچ نمیگویند اینا. برای تیار کردن این منتوی زمانوی به ما بیشتر چه ها لازم هستند؟ برای ما اینجا بیشتر گوشتی نو و تازه، روغنی دنبه از گوسفند، اینجا زنبورخ، پمیدار، پیاز. خب برای خمیرش باشه چی؟ برای خمیرش باشد یک پیاله آبی خنک، یک قاشق نمک داخلش به، بعد 3 دانه تخم و آرد. یعنی که داخل همین منتوی شما از منتوهای امروزه فرق میکند و برای همین زمانوی است. بله. منتویی که ما آماده میسازیم من گفتم داخلش به پمیدار و همین زنبورخ. ممکن بعضی ها حاضر حیرت بمانند که این جینیش دست می دیوانه می تا بکنم تا در نیم منتو به کیم پمیدار و زنبورخ کد است. همین پمیدار و زنبورخی ما منتوی مایه آبدار میکند. هم تو گزیدگر منتو تیاره شیر آبش میشاره. اکای سلیمان بهترش بیاید بر وقت ترانوی منتوی زمانوی شما رو آماده میسازیم، مزهش رو میکشیم، بعد بینندگان عزیز و ارجمند، تماشابینان گرامی قدرمان، از تماشای برنامه مهارت بهای خود را به مهارت شما میگذارم. الله که خیالش به خواهری ما هازی منتو آب داره، هم تو خورده آبکاش ریزه کردید که آبش خوزی منتو تیار میشد کو
همین وقتی گزداس کتنده اگر آبش نبرادگر لابی دانت تایار کریستو هم تو سرتی لابی دانت که فرود من شرمنده نکن سخن گم تایار ما مرحمت آغاز میکنیم خوب شده است ها نگفته خواهرم صاحبی داماد میشه صاحبی کلی میشدن نداند یاد میاد خب من برای شما کمک میرسونم چیکار میکنیم؟ اکنون تخم را میگیریم یعنی که برای پختنی تیار کردن خمیر منتوی زمانوی این کلین پاشوی با مهارت 3 دانه تخم در 1 پیالچه نمکاب و من الکی نمکاب تیار کردگی بودم خب نمکاب من تیار بود ما حیران نشوند که این نمکاب گفتو برای چی نمک ننداخت آبش بگفته خب 3 دانه تخم را ما با نمکاب آمیخته میکنیم مرحمت کلین پاشو میتوانید وای 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 راوی ما زمانوی دیه بله ما کلینی ملی ما کلینی ملی دست کتی کار میکنیم بیل کتی نیتوبه سلامت باشید تا اینکه منتوی زمانوی شما شیر و شکر گردد ما هم از زمانه های پیشتره و هم از حاضره استفاده میبریم خوب شده است خب تخمی ما با نمکاب آمیخته گردید همه شما بسام کمک برسانم اکنون ما ارد را همراه میکنیم خمیر منتوی ما چقدر شد ملایم شود کمی سخت‌تر باشد خمیری منتوی ما نه سخت و نه ملایم میانه چونکه این را با ما باید که کشاده تنو کنیم درست برای تنو کردن انمان تخم برای ما بسیار کمک میرساند چونکه خمیرا ما در چی میشد؟ یعنی که کشاده میشد آزاده کشاده میشد نمیدارد بهترین اکثریت مردم هستند که امروز با جای انمین تخم تنها با نمکاب و ارد خمیر میشونند و راست میکنند و بعد خمیراشان همین تشک دریدن میگیرند یعنی که باید که وقتی که ما خواهیم که منتوی زمانوی رو آماده سازیم باید حتما تخم همراه کرده باشیم درست؟ تخم هم مزه میدهد و هم برای دریدن خمیر برای ندریدنش بله بله هم با لذت می شود البته یادآور می‌شویم که بینندگان عزیز تماشابینان ارجمند این برنامه مهارت است و سرپرستی کلی برنامه مهارت این برند صفا است صفا جان صفا قربان از صفا صفا چی داشت بله محصولات‌های برند صفا خیلی هم بامزه هستند نه تنها زنبورغ تنها باز جواری مکه هم دارند مایونز میگوییم درست شما یک بار استعمال کردگی هستید قیماق روسی قیماق روسی درست خب کلیم پاشوی نازنین خاندان چون دیده ایستادیم که شما علاقه قریب که خمیر منتوی زمانوی شما آماده کردید من دیده ایستادم که در انمین روی میزی کاری ما بغیر از اونی که یک دونه پومیدور رو شما با داخل منتو همراه میکنید باز لیمو دیده ایستادم اینجا انمین کبوتی های زیبا رو ما دیده ایستادیم برای چی؟ برای ما لازم می شود برای منتوی زمانوی ما مادامی که منتو را تیار میکنیم برای پختن میگذاریم به منتو قزان به دیگی منتو تا اون دمی که منتوی ما پخته تیار میشد ما یک خورشی عالی جناب تیار میکنیم یعنی که شما امروز تصمیم گرفتید برای بینندگان عزیز و ارجمند با برابری آنی که مهارت خوبی منتو پزی خیش را نشان داده باشد همزمان یک خورشی با لذت را هم آماده میسازد منتظر میشویم قریب که خمیری کدوانی برنامه امروزی مهارت آماده کردید درست؟ بله بله انمی حاضر خمیر رو ما علاقه آماده گشت هر چقدر خمیر رو انمی خیلی مشت کنید اگر همین قدر خمیر علاقه تیار میشه هم کشادنی خمیر آسان تر میشه بله 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 ما اکو حاضر کلینای نابه نمیدونم و هون هم من نازوکه دوباره خجیم کدم دستان مون ناخونم شکست لکس برافت میدانید خمیری ما آماده شد اکنون ما چیکار میکنیم؟
اینا باید ما 15 دقیقه دم دهیم تا 15 دقیقه خمیر ما دم گرفته نشه. ما محصولات داخلی مانتو رو تیار میکنیم. بهترین. رنگش هم خیلی هم زیبا شد. این از 3 دانه تخمه که ما همراه کردیم به فکرم برای همین. خودم زیبا، خمیرم هم زیبا. مهارتتان به گرد نیست. مهارتم هم زیبا. بهترین. پهلوانگی هم زیبا. رحمت. همه زیبا. سلامت باشید. اصلا میگوییم برایتان، برای مهارتی کدبانویتان ما اصلا میگوییم بهترین. 15 دقیقه. یعنی که همین یک پیاله آبی ما 3 تا طبقه مانتو ما باید پر شود. اگر 2 پیاله آب گیریم، یک دیگه مانتو ما پر از مانتوهای زیبا میشه. یعنی که ما 3 لگن انمون مانتو پزک میگیم. دیگه مانتو یعنی 3 لگن دیگه مانتو پر میشود. بهترین. پر نشودن پر میکنیم. بهترین. اکنون ما شروع میکنیم با آماده کردن داخلی انمون مانتوی زمانوی اشتراکچی برنامه مهارت. خب ما از چی آغاز میکنیم؟ از گوشت؟ بله، گوشت ماده میکنیم. یک چیز رو پرسیدن ممکن است. آیا ما میتوانیم اونجا که میدونم گوشت گاو است، درست؟ بله بله، گوشت گاو با روغن دنبه گوسفند. آیا از گوشت خودی گوسفند نیز ما استفاده برده میتوانیم؟ البته اون شخصانی که خواهشی فقط گوشت گوسفند خوردنی دارند به ملال این موافقی طعم و ذوق و موافقی اشتهای هر یک کس. از خود آدم وابستگی دارد. از خود آدم وابستگی. یعنی که ما مرچ استفاده بریم، همراه میتوانیم نمک استفاده میبریم و خوشبویی ها، درست؟ خوشبویی ها هر کس با طبع خودش میتواند داخلش رو آماده ساخته باشد. بهترین. خب جنگ را سر میکنیم. خب سخن گوهر است. یعنی که شما با آغاز میکنم کاره. من برای شما از همه با مزه انا همین کمک میرسونم. با مزه میکنم. این را باید که ما 4 بوچه ریزه کرده باشه. شروع میشه. امروز مانتوی ما با گوشت و روغن ریزه و همزمان زنبورق گفته، درست؟ بله محصولاتش ریزه. باور کنید بطاقت هم شده ایستادم. برای میخواهم که هرچی زودتر طعم مانتوی زمانوی شما رو چشیده باشم. مانتوی من خود کرد حتی که درم نمیری. خب بگویید که بغیر از اگر مخفی نباشد از کی آموختید؟ اینمی؟ خب اینترنت بابا. از اینترنت. باز چگونه طعم‌های با لذت و زمانوی رو و غیر عادی رو میتوانید آماده کنید؟ من هر گونه خورش ها طعم‌های با لذت با بقلاجان، ژرمی، خروستیاش میگم. بیشتر به خوش دامنتان آماده میکنید؟ به اهل عائله، به یار دوستان، به کی؟ فقط به خوش دامنم خواهد. بهری کلی پاشه ها، بهری دخترهای زیبا، فقط حسنی خدا داده را تمنا میکنیم. آی باتکس زچیه تا به حسنی خدا دادگیش خودش بس. من علاوه کرده میگویم که اگر از همین مهارتی به همتای مهمانی برنامه امروزی ما استفاده برید، یعنی که مانتوی زمانوی را آماده ساخته آن را استعمال کنید، حسنی علاوه گیزه می شود، درست؟ آنجایی که میدانیم شما یکی از هنرمندان به همتا به شمار بروید و میگفتید که این سال برای شما چگونه سال بود؟ چه موفقیت ها و چه دستاورد ها رو به دست آوردید؟ سالی گنده نبود، سالی محض، سالی با قرار. البته به مثل همه ساله برای مخلصان عزیز برنامه های کنسرتی آماده کردیم. یک لحظه باشد هم طبع آنها را چند مراتب شاد گردانیدیم با برنامه کنسرتی. در معرکه های مردم، در توی های مردم رفته اشتراک کردیم. خرسندی آنها را باز هم دوچند گردانیدیم. سالی عموما بد نبود. بهترین. متمنا میکنیم که همه سال شما سالی با برار، پرفیض و پر از
دستاورد باشد. از آن شما. تشکر، سلامت باشد. خب میگفتید که عموما انمین خب حجت با معرفی کردن را نداره، اکثریت شما را خوب نقص میشناسند، احترام هم میکنند و من میخواستم بار دیگر یادآور نموده باشم همین کسبی که شما امروز پیشه نمودید سالیان سال است که در خدمت خلق عزیزمون قرار دارید. همین کسب شما کسب اجدادی است. برای چی همین کسب را شما برای خود انتخاب کرده بودید؟ کسب اجدادی نیو. خب کسب خدا داده. بله درست، بهترین. لیکن آرزوی دیرینه شما بود که شما وقتی که به کمال میرسید حتما هنرمند میشوید، درست؟ امروز آنجا که میدانیم صاحب عائله اتفاق هم هستید. آیا عائله شما صد راه هنری شما فعالیت ایجادی شما نمیشوند؟ نه برعکس همراه فعالیت میبرد. حرکت میکند که همین برنامه ها باز هم رنگین و زیبا، جالبی، دقت تماشابین باشد. خب نقشه ها چگونه هستند؟ چه نقشه دارید؟ نقشه ها حاضر در عین عرفه سال نو علاقه برنامه کنسرتی را ما گذراندیم در شهر خوجند. این طرفش ما را دعوت نمودند خودی تاجیکانی مقیمی فدراسیون روسیه و برنامه های چراغی سال نوی خود که در آنجا تاجیکان همه سرجم می شوند و سال نو را پیشواز می گیرند. البته سفر داریم و شهری مسکو. امروز از کسب انتخاب کرده خود شما فخر دارید، افتخار هم میکنید، درست؟ بله. سلامت باشید. ما تمنا میکنیم که برای شما موفقیت های بی پایان را تمنا داریم. از نظر و مهربانی های عزیز پاک اصلا دور نمانید. تشکر زیاد. برنامه مهارت باز هم ادامه دارد. یادآور میشویم که سرپرستی کلی برنامه مهارت برند صفا است. خب آنجایی که دیده ایستادیم الکی با همراهی مهمانی برنامه اشتراکچی نوبتی برنامه مهارت ما گوشت ها رو خب روغن دنبه رو، پیاز رو الکی مایده کردیم، ریزه کردیم. انکنون پمیدور را ما باید با همگان یادرس نماییم که پمیدور را میبریم، داخلش با آبش هست. همین آبش با چمچه علاهیده جدا کرده میگیریم. آبش برای ما لازم نیست، یعنی که ما گوشتش با ما گوشتش لازم نیست. ما تنها این رو گوشت. این پمیدور گوشتش گوشتی مال. خب چگونه باید که مایده کرد؟ یعنی که خود ریزه کرد؟ 4 بوچه رنگ با مانند همین گوشت و روغنی پیاز و بله ما از آبش جدا کردیم. با دقت باشید بینندگان عزیز، تماشابینان ارجمند، چون دیده ایستاده‌ایم که البته از رفت آماده کردن همین منتوی زمانوی خود عیان است که البته منتوی زمانوی ما خیلی هم بوازد میشه. آب دار یک تا آب تیمی. بایمالا چرا نه؟ چی مرحبا. حلقتان قاقنه شد خود دیستی تمام کرد. خب من هم کوشش میکنم که به شما باز هم کمک کرده باشم. یعنی که ما داخلی پمیدور رو خب میگیریم، آبش رو جدا کردیم. من با آبش لازم نیه خواهر، من گوشت خورده میگیرم. خب بمالا. زنبورق رو هم مثال انهمین خل باید که مایده کرد. بله زنبورق هم بمیشن انهمین 4 بوچه ریزه میکنیم. با اهل عائله هم چنین خب منتوی زمانوی رو پیشنهاد میکنید، آماده میسازید؟ بله بیشتر خودش کدبانو تا من دهانک شدن الکی تیار میشه. بیشتر کی انهمین استعمال همین گونه منتوی زمانوی رو در کاشانه شما در خانواده شما بیشتر دوست می‌دارن؟ همگان همه دوست می‌دارن.
با ارگانیسم انسان هم به فکرم فایده کلان دارد میخواد چون که در داخلش با برابر آن یکی گوشت و روغن دنبه هست همزمان ما پمیدور و اینچنین زنبورق رو هم اضافه میکنیم بهترین ما با همراهی اشتراکچی برنامه علاقه پمیدورها رو میده کردیم اکنون فرصتی آن رسیده است که ما زنبورها رو آماده کرده باشیم یادآور میشویم که سرپرستی کلی برنامه برند صفا است و زنبورها هم از برند صفا برند صفا بهترین مال و محصولات برای شمایان مهمانان عزیز هم با لذت هم دسترس. خب میگفتید که چقدر ما باید با داخلی همین محصولات های منطقی زمانوی که شما امروز تهیه کرده ایستادید و ما زنبورها لازم میشوند از همین زنبورها همگی 12-15 دانه همراه کنیم اگر میشه اگر خواهشتان بیشتر باشد 20 دانه کنیدم زیانش نیست مزه‌تر میشه. خیلی که دیده ایستادیم مشاهده کردم البته من نیمه همین محصولاتی خب زنبورق از برند صفا رو البته گذاشتم تا اینکه مهمونی برنامه آن را به داخل منطقه زمانوی خیش آماده کرده باشد. اگر کلید باشه ها همین خیلی منطقه آماده کن اگر خوشتمانه حالی میگن صفا خوش کردی کلی صفا با مزه. بله بهترین ما دیده ایستادیم که خب همین به زنبورق نگاشته ایستادم و باز هم میگویم که کی منطقه زمانوی ما آماده میشده باشه. الکی من فهمیده ایستادم که لعابی دهان شما جداست از همین زنبورق‌های صفایی دیده. من گفتم که مال و محصولات های بهترین نرخ‌هایش به همگان دسترس. از تمام مغازه ها نیز میتوانند خریداری کرده باشند. مغازه ها ولی از مرکزهای سودا از بازارها به ملا میتوانند خریداری کرده استفاده برده باشند. زنبورق از برند صفا هم آماده گردید. نکنون ما پیاز رو میاندازیم. پیاز از برند دهقان. از برند دهقان بهترین. انا میاندازیم پیاز زیر انا برای آنی که منطوی ما گفتم که منطوی زمانوی آبدار گفته آبش با خودش انا برای آنکه پیاز زمان آب جدا کند ما نمک با نمک البته نمک میپاشیم اول این را یک بار ارانش میکنیم با نمک و بعدا البته موافق طبع خود هر یک نفر هر یک کاربانو میتواند نمین با منطوی زمانوی خوش‌طعم کننده ها یعنی با اصطلاح پرپراوه ها رو نیز استفاده برده باشند. بسیار نقص نکنم. پمیدور؟ میاندازیم پمیدور. خب من به شما کمک میرسونم. میتونید هم پمیدور همزمان زنبورق رو اینجا همراه کرده باشیم. بعد گوشت و روغن. یعنی که ما میتوانیم هم پیاز، پمیدور، نمک و زنبورق رو آمیخته کرده باشیم. بله بله من آمیخته کردیم. الکی نگاه کنید اگر آبش معلوم از خودش یعنی که آب جدا کرده ایستاده است. بله بله. من اکنون گوشت رو گوشت من به شما کمک میرسونم. خب استفاده نمودن گوشت هم البته با خواهش هر یک کاربانو با تبعیدشان یعنی که خود با گوشت گوسفند باشد یا اینکه خود با گوشت گاو درست؟ زنی قصابا بی برکش هم تو برداری همینه جانم؟ خب زنی دهقان حیران شدم که گرم کتی چی؟ اینجا می توانیم روغن دنبه هم همراه کرده باشیم. البته اینجا همش آمیخته می شود. آنها یک جونه شد. همزمان می توانید از مرچ هم استفاده برید درست؟ بله بله. چقدر مرچ همراه کرد؟ الکی مردها پدرهایی که اینا تماشا کرسادیان همین نگاه کرده آبی دهانشان میشارد حاضر میگن ای زنه خیز کلی خیز یکتن خیل من تو آب دار تیار کن.
یعنی که برنامه کدبو مهارت با کدبانوها خب کمک رسان است. مادرای عزیز، خواهرای مهربان، خواهید که شوهراتان چیزای با مزه خورن، اگر از همین مال و محصولات های صفا استفاده برید، از خاطر فراموش نکنید. درست. های تماشابینا، از خاطراتان فراموش نکنید. تان این توشی منانگی مهارت بیهوده نوشتگی نیه. اینجا فقط برنامه نیه، اینجا البته چی میگوید یک مکتبی مهارت، آموزشی مهارت برای خواهران، برای مادران، همین پختنی هر گونه مال و محصولات های می آموزند. علل خصوص برای دخترایی که نه وقت همین صنفی 10 و 11 تمام کردن و حرکتی سفرخانه شعبه خواهید که قینابوه شطه نخورید، در قینابوه آمده همین جنبه یادگیری تا. بله درست قید کردید. هر نفری که میتواند، هر نفری که خواهش خب طرز درست آماده کردن نوعهای خوراک‌های ملی زمانوی، خورش ها، شیرینی ها را داشته باشد، پس میتوانید با برنامه مهارت مراجعه کرده باشد. مردهای عزیز، اگر زناتان دست پشت نمیخمدگی باشد، بهوده بیهوده خواننده تلفن کتی اینترنت میگیره دنامده نشینه دو گوسیه کن تا نامده یادگیرت همین جنده. ما منتظر شما میشویم. کدبانه های عزیز، خواهرها، مادرای مهربان، همین مال محصولاتی که تیار کردیتان، شوهراتان یا ناتان اندمی یا قینابوهاتان می امک پاچه‌هاتان می نزدیکاتان اند، یک بار نمکش بینید. گفتم اونی دیگر دیلاشون گوب خیس میکند. دوید آمده نمکش میبیند. هر کس هر خیل نمک ناز میبیند. بعضی ها پس میخورد، بعضی ها بلند میخورد، بعضی ها عموما بی نمک و دم میگیرد. بیاید امروز من با شما همراه میشوم، کمک میرسونم. شما نمکش میبینید می؟ نمکش چشیده باشم. به فکرم کمی پست است. پست؟ بله. بی شوخی؟ بله. پرنه جان. بله. اگر پاچمو یاد کرده باشید تازه این شور میشه. شاید. من ادا. همین عرفیت به مادرها میگن که ها نمکش بلند شده باشد، اگر کیلنا خوراک پزن نمکش بلند شد. ها کی ما یاد کردی؟ شوت یاد کردی می؟ بله این از قدیم بلند شد. درست از قدیم چنین بطل‌ها در بین کلان سالان بیشتر هم دیده میشه. درست. و با بیشتر میگویند که وقتی که بسیارتر شوری رو استفاده میبریم چشمانمون خیرگی میشود. آیا درست باشد؟ اگه خودت مادرزاد خیره باشه دیگر عیبی نمک چی؟ من نگفتم که چشمانی من خیره است. میگویند که وقتی که نمک رو بسیارتر استفاده میبره، یعنی که شوری رو استعمال میکند، هر یک نفر میتواند با بیماری خیرگی چشم آورده رسوند. درست؟ فقط خیرگی چشم، گرده هم زیان داره. بله. بله. ما محصولات های داخلی منطقه زمانوی را آماده کرده و نکن فرصتی آن رسیده است که خمیره هم تیار شد الکی. بله. می توانیم خمیره ما را کشاده باشیم. مرحبا. کمتر آرد. این برای نچسبیدن است چون همیشه که دوستانی عزیز، تماشابینان گرامی قدر، فکر نکنید که ما شوخی کرده هستیم. در حقیقت در شهر خوجند مکتبی مهارت عمل میکند. البته درهای خود را برای همگان باز کرده است. می توانند طالبگان، مادرها، خواهرها، عروسکای نوی که نو به دیگر خانه می روند، نزد دیگر مردم به خودشان نشان دادن به من کدبانو، من همش میتونم بجانه کم چی که خواهید من پخته میتیم. گفتم به همین درگاهی مکتبی مهارت به آمده بیم ملال کورس های پخت و پز را آموزیتان، برای خود زمینه تیار کنیتان تا که آینده یگان جا به در نمانده زاد رو از گان حاضی تات میپزن. تات یک دنبه قلمه، یک دنبه فتیر، یک دنبه با پیچانی ها میگن خوریش های هر خیله. بله. شیرینی ها. و من باوری کامل دارم که البته در روی خطی همین کورسی آموزشی تعلیمی شیرینی ها مهارت، البته همین خب منطقه زمانوی شما نیز نام نویس کردید و البته همین کارمندان با دیگر بانوان، با دیگر نورسان، با آن نفرانی که با این کورسی آموزشی تعلیمی مهارت می آیند، البته از همین منطقه با وضعیت زمانوی شما
استفاده هم میبرن. بله پدران مادران عزیز های این کورس به گوشه کنتان دختراتان آینده به رحمت خداتان میگیرتان طرفای خدا پدر و مادرتان به رحمت همین قدر شما با آموختیم ندان که به مهارت آموختگی. احسن میگویم به شما. خب در حقیقت هم یک اشتراکچی با مهارت هستند. نوبست از لبای مهارت کار در آمد. بله مشاهده کرده ایستادیم که در حقیقت هم با مهارت هستید. مهارت باش تو من باشم. شما باشید و من تو باشد. من تو باشم. میدانیدم؟ بله. و مزه دیه من تو؟ درست. آبی دانتون پاکنی. آمسا سالکه نخورده. باید که جلد منتوی زمانوی ما مهین و باریکتر باشد. تنوکتر باشد. همزمان میتوانیم ما گلمنتو هم تیار کرده باشیم. همین البته مادامی که این البته با خواهش خودی با خواهش خود میتوانید گلمنتو کنید. میتوانید خانم میتوانید چیزی که به شما معقول و بسیار است. ولی کمی باز ما باید که شده باشه. البته چیزی که گفتیم پدران مادرای عزیز فرزندان خود را کوشش کنید از چنین مکتب‌های مهارت هنری پخت و پز را آموزند چون که آینده فرزندان هر یک شمایان باید که کاربانوی عائله خود باشند. البته این همه به فایده فرزندان شما. ما میگوییم این به شوخی به ملال میتوانند فرزندان شما آمده از این مکتب مهارت تمامی پخت و پزها را آموخته باشند. نه بلکه خوراک‌های ملی، طعام‌های ملی و زمانوی همزمان میتوانند چند نمود خورش‌های با لذت شیرینی‌ها را نیز از خود کرده باشند. پروین خان لبای مهارت لیدوسی بله انم تو کشاده میشن هم تو خمیس بهترین مهارت اعلا. مهارت پس از استعمال اگر با مهر جمانی دگر همین که به مزه میشن. بله. با مهر بینید مهر جمعیده میشه مهر سلامت باشید. بهترین مهارت بی‌بهاست. تیرک پر شد که گویی آچه ها مادران میگن که من تو تیار شد میگویی همین خیلی همین و همزمان این از آن شهادت میدهد که خمیر ما مهین و تنوکتر باز کرده شده است. اگر فرصتی آن رسیده است که ما باید خمیر رو بریم که تقسیم کنیم تیار کنیم برای بستنی منتوها. منتوی زمانوی بود. زمانوی ملی آبدار. سلامت باشید. ما منتظر میشویم همراه بینندگان عزیز و ارجمند. یادآور میشویم که سرپرست کلی برنامه مهارت این برند صفا است. اگر خواهید که دسترخوان شما خورش های شما با لذت شوند زیبا آرا داده شوند پس از محصولات های برند صفا خریداری نمایید. محصولات های بهترین محصولات های با صفت و با نرخ های دسترس پیشکش شمایان مهمانان عزیز. دقت تماشابینای عزیز راوی محترم خواهید که منتوچه های آبدارکی زمانوی ملی زیبا همین زیبی دهانتان یک دهان شود انا هم تو کره چینک میمانید یعنی که 4 انگشت درست؟ بله 4 انگشت هم تو میبرید انا یک تکی بریدید بعد این طرفش همین تیار شدگیه دوام است مانده بریده رویده کرد میشه. خمیر رو بریده شده اندازه منتوی ما تیار شد خمیر است. انا این را تنوع میکنیم انکنون و روی این محصولات گوشتی رو میگذاریم. انا منتوی را میبندیم پروین جان. خب من به شما کمک میرسانم. یک آیله بعد چی میگوید نبیره کلین آوردیان. خب یک مادر که کلانسا و آدم نبیره کلین آوردیانو بعد کلین سلام ها همش گذشته است همه قاعده های کرده شد یعنی یک روز اما مادر کلام گفته که بیا یک همین کلینه یک فهمم چی کنی چی کار میکند گفته کلین جان یعنی که مهارتش رو سنجیدن
وای کلیم پاشای خودم نبیری کم با آرزو کرده بودم که دختری خوشروی کلیم کنم گفته خدا رسان شما وای میگردم یک تا دسته کتم همین تشبیه خورم دیلکم همین تشبیهی با مزه جساس دخترم گنگان کلیم چیم حاضی بجان کم یک دقیقه گفته یک زنبه نیم کاسه تشبیه آورده دو دستی مادر کلام تشبیه زیر بند باشد یا اینکه تشبیه آبی تایار وای کامپیرم بروز دندان نیکو تشبیه لب فرو دادیانو وای کلیم پاشا کنی شما یک بار بید همین قدر تشبیهتان با مزه شده است وای مادرتان به رحمت همین قدر شما به آموختیان سری صرفه های همین تشبیه کای به مزه کدید نیم کاسی دیگه کشته بید دیلکم با جساس گوهنگر کلیم پاشایم کاسی گرفته اوی به مادر وجه کن حاضی دم دیستید من دویده سیسیه برفته می بیام یعنی که از تایارش برای خوش دامن کلانشان آماده کرده دادن لیکن در کورسی آموزشی مهارت تمام نمود خورش خوراک‌های با لذت را متخصصان ورزیده با بانوان با نورسان با کدبانوها می آموزند همه طرفه می آموزند بله برای آن که من همین دختر بچه ها اکثریت حاضر همه با اینترنت داده شدگی که نبینی گجاب مخشود که بشینیم بازار بگردیم همین من پیش راشان نگاه نمیکنم کلادیس کشادگی باشد یا با درآمده میبرونم کلادیس بعد یک تا آمداسگی نگاه نمیکنم آمده میزنم یا که مخشود که به نگاه نکره هیچ جای فرامده میرم ولی آدما به میفرام برای آنی که از اینترنت کمتر دور باشم من محصولات های گوشتی رو یک قاشقی گذاشته ایستادم درست همش نه برای همین میگوییم که پدران مادران عزیز گوشیل کنید فرزندان عزیزتان تا که برای آینده خود برای عائله برپا نمودن و آینده زندگی بهترین بردن تیار شوند برای شما مهارت مکتب آموزشی پخت و پزهای گوناگون همیشه درهای خودش را باز نموده است و انتظار فرزندان شما است ما خمیر را بریدیم یک قاشقی گوشت ها رو هم گذاشتیم اکنون فرصتی آن رسیده است که منطقه را بسته باشه درست؟ بله الکی ما دیگه آب پر کرده ماندیم تا که تا پیچاندنی تا بستنی منطو آبمان جوشیده است حاضر بعد از که تیار شد آبمان جوشید منطو را همش را به طبق چینده میمانیم در مدت چند دقیقه؟ در دوام 45 دقیقه منطویمان باید تیار شود این منطو هم مثال منطوهای پیشینه خب در مدت 45 دقیقه باید که در بالای آبی جوشیده آمده ایستاده خب ایستاده باشد بهترین من در حقیقت هم بینندگان عزیز خود عیان است که مزه‌اش خیلی هم لذیذ میگردد زیرا با برابر آنی که ما از گوشت و روغن دنبه و پیاز و پمیدور استفاده بردیم همزمان از محصولات بهترین برند صفا از زنبورهای صفا نیز استفاده بردیم حتما مزه‌اش عالی جناب میگردد بینندگان عزیز تماشابینان ارجمند برنامه مهارت بازم ادامه دارد چون دیده سادت ما منطقه رو با همراهی اشتراکچی برنامه خب الکی آماده کردیم اکنون فرصتی آن رسیده است که آن را بعد دیگه منطقه گذاشته باشیم خب چون همیشگی ما همین خب طبقه دیگه منطقه رو روغن میکنیم مرحمت البته برای آن که تگی منطقه ما نچسبه خب اکنون میتوانیم با این طبق با این لگند خب منطقه رو گذاشته باشیم درست؟ من به شما کمک میرسونم خب بینندگان عزیز تماشابینان ارجمند برنامه مهارت بازم ادامه دارد خب تا آندمی که منطوی ما میپزد ما با همراهی اشتراکچی برنامه مهمانی برنامه مهارت خب یک خورشی با لذت رو باز هم آماده میسازیم همراه ما باشه خب بگویید که امروز برای آماده کردن خب خورش برای ما بیشتر چه ها لازم هستند برای خورشی که ما حاضر آماده میسازیم و ما پمیدار بادرینگ پنیر اینجا
پیازی کبود پیازی کبود گشنیج و همزمان اوکراپ با موافقی طبع هر کس انا بر کنجیکی سفید نمک لازم است محلول سویوی سوس انا بر زیتون از برند صفا همزمان لیمو به ما لازم است لیمو برای ما پس از خورشی منتو و همین خورش ها بعد خوردنش چای به لازم جانی من خب بهترین چای لیماندار میخوریم لیمون چای این طور باشد ما شروع میکنیم به آماده کردن خورش از چی آغاز میکنیم من به شما کمک رسونم شاید من همین کبوتی ها رو کمتر پیازی کبوت رو من تازه میکنم پیازی کبوت رو تازه میکنید بعد خیلی خب امروز با برنامه مهارت مهمانی برنامه ما تصمیم دارند که هم مرا با من طرز آماده کردن خوراک و خورش ها رو آموزنده باشند هم و برای شما. خب همین پیاز ها رو من الان که قریب که تازه کرده شدم ما منتظر باشیم که کی خورشی آماده کرده ایستاده مهمانی برنامه امروز ما آماده می شود و ما از مزه و لذتش رو چشیده باشیم. خب اکنون فرصتی آن رسیده است که ما چند قاشق آشخوری یعنی که یک قاشق ما همراه میکنیم. میتوانید با نیم قاشق دیگر همراه کنیم چون که محصولات ما زیادتر کمی زیادتر گردید پس برای همین ما میتوانیم یک نیم قاشق کلان سوی سس همراه کرده باشیم. کنجد سفید این هم موافقی تب که زیاد خواهد زیادتر که کم خواهد کمتر نمک میپاشیم شور کنم می خواهر میخورید می همین از دستانی با مهارت شما ما آماده هستیم شخصا خود من تیار هستم که هم خورش را هم منطقه زمانوی شما را چشیده باشم انیخ می چشید می شود هموشه می پرتان نمکنه باشد شخ میکنم خب اکنون آمیخته میکنیم باید که خورشی ما بهترین و با مزه باشد انا ولی الکه خود منتوی حاضر هم تو میگزید و آبش شر میشارد از بالاش در رب انا همین خورش را میخوریم اگر خطا نکنم کمی آبی لیمو هم باید که ما با این خورش آماده کرده باشیم برای اون که همش بهترین شود بهترین بعضی ها خودی لیموی خودش را همراه میکنن همراه کنن میشه این هم البته موافق خواهی شد ذوق و طبع هر یک برای زیبایی بهترین با اشتهای تام ما تیار شد البته بعد از آنی که ما بهترین بینندگان عزیز تماشابینان ارجمند برنامه مهارت باز هم ادامه دارد خب منتوی آماده کرده مهمانی برنامه ما الکی با پورگی آماده گردید اکنون ما منتو رو به طبق میگیریم خب بهترین انا منتوی من هم آماده گشت بله منتوی زمانوی آماده شد ما با بابش روغن میکنیم خب منتو با روغن با مزه درست روغنش داخلش به حسب دنبچش این با خیلی برای آرایشی روی ما باید که استفاده برده باشیم و اینکه خود روغن نماییم خب موافق طبع هر نفر میتواند به بالای منتوی آماده کرده خب جرغوت کبوتی یا بعضا نفرانی هستند که خب پمیدور و پیاز رو آمیخته میکنن بر روغن میزیربانن و با بالش همراه میکنن درست ما امروز تنها از روغن و اوکراپ یعنی کبوتی استفاده میبریم به نهایت یک منتوی عجایب آماده کردیم این بویش رو ببینید بله بی صبرانه منتظر شده ایستادم که کی مزه و طعمش رو میچشیده باشم
مرحمت از شما استیده من گیرم مرحمت من گرفتم بسم الله الرحمن الرحیم در حقیقت هم بسیار مزه و لذه ناتکرار دارد. درست قید کردید که زمانوی است، مزهش خیلی هم عالی جناب است. آبش نچکد، آبش نشارد. تشکر. دستانتان اصلا درد رو نبیند. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، تماشابینان ارجمند، شما نیز میتوانید از چنین مانتوی زمانوی در خانه های خود استفاده برده باشید. یعنی که آماده کرده باشید. به داخل آن میتوانید زنبورخ، پمیدور، البته گوشت، نمک، روغن دنبه، پیاز و خوش‌طعم کننده ها میتوانید همراه کرده باشید. در حقیقت هم مزه ناتکرار و لذیذ دارد. پدران و مادران عزیز، بار دیگر برای شما یادداشت می نماییم از همین نوشتجاتی که در پیش ما هست، مهارت. این هم تو مهارت نه، این البته مکتبی مهارت است. شما می توانید در وقتی تعطیلی مکتب ها فرزندان عزیز خود را به این مکتب مهارت برای آموختن پخت و پز های گوناگون گسیل کرده باشید و فرزندان شما از این مکتب مهارت استفاده برند و در آینده بهر خود یک چی میگوید انمون ملکه پخت و پزشان رو وسیع‌تر کرده باشند، آموزند. خب بینندگان عزیز، تماشابینان ارجمند، این بود برنامه مهارت که آن را ما تهیه‌گران برنامه پیشکشتان نمودیم. هر هفته روز شنبه می توانید از سیمای مستقل یکم برنامه مهارت را تماشا کرده باشید. همزمان به هر یک اشتراک کنندگان اظهار منتداری به اپراتورانی که امروز نواربردارانی که پسی کادر قرار دارند بهر مهنتی پرثمرشان اظهار منتداری میرسانیم. دستتان درد را نبیند، همیشه در خدمت خلقمان باشید. برایتان باز موفقیت ها و کامیابی های بی‌نظیر را تمنا داریم. در حقیقت میگویند که با یک مرد 40 هنر کم است و امروز ما برخوردار شدیم که در حقیقت هم مهارت ناتکرار دارد. با برابر آنی که هنرمند شناخته و ناتکرار و اصیل هستید، امروز مهارت پخت و پزی را نیز ما پخت و پزی شما را از نزدیک آشنا شدیم. خورشی خیلی هم با لذت و مانتوی زمانوی را آماده کردید. تشکر. من با دستانم، چون مانتو خوراک ملی است، با دستانم الان استعمال کردم و پس از چند لحظه های دیگر البته پس کادر میتوانم از خورش هم استفاده برده باشم. بینندگان عزیز، تماشابینان ارجمند، باوری کامل داریم که برنامه امروزینی مهارت کمی باشد مقبول و پسند شمایان عزیزان دوستان ارجمند گردید. تا برنامه آینده، خیر در پناه خدا باشد. ای مردمی هوشیار، پناهتان به خدا. تا دیدن دیدار، پناهتان به خدا. سلام.